بیعت از کلمه بیعون گرفته شده است، به معنای فروختن و به معنای خرید و فروش هم می آید. برای چی؟ برای آنکه از کلمه باع گرفته شده است. باع از نوک انگشتان میانه انسان، از این دست تا این دست، همه این باع حساب می شود. عرب ها وقتی سودا و تجارت، وقتی که می خریدن یا می فروختن، به همدیگر دست می دادن، بنابراین بیع نامیده شده است. و کلمه بیعت هم از کلمه بیعون گرفته شده است، برای آنکه وقتی که انسان بیعت می کند دست می دهد، وقتی که عهد می دهد با زبان، دست را هم می دهد که ما در همین عهد خود وفا می کنیم و در عهد خود استوار هستیم. بیعت به معنای عهد و پیمان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردم مدینه که اشتراکچیان این بیعت اهل مدینه بودن گفتن که با همراهی من شما بیعت کنید، عهد و پیمان دهید برای آنکه به الله تعالی کسی و چیزی را شریک نمی آورید.